السلام علیکم تماشابینان عزیز، کسایی که این نوار تماشا میکنند. مصور بهادری هستم، رئیس مهاجرین افغان یا مجمع آریانا نمایندگی مهاجرین افغان در جمهوری تاجیکستان. 19 نوامبر گروه انصارالله، تروریستان انصارالله تاجیک با جمعی از طالبان خونخوار وحشی حمله میکنند بر ولسوالی مای می. ولسوالی مای می که مرز است با جمهوری تاجیکستان. حمله میکنند، تمام افراد دولت قتل عام میکنند، ساختمان‌ها را در میتن. با جمع تروریستان جماعت انصارالله به نام مسلمان، به نام یک وحشیای تروریست خوناشام نخواد که شما تاجیک، نخواد که شما تاجیک بکشه. امو کسانی که برای شما دمو دولت بودن دست میبردارند، برای شما دست میبردارند که ما تسلیم هستیم که ما با تو کار نداریم. شما یهود کار نمیکنه، شما تروریستان وحشی، شما آدمایی که به نام اسلام، به نام مسلمان شما توهین هستین. شما را نمیفهم که به چی بگویم. حیف از خاک، حیف از خاک، حیف از این وطن که نام شما از تاجیک است و از تاجیکستان هستی. تو آبادی از این وطن، صدقه از این وطن شوی، شما صدقه از این آبادی وطن شوی، صدقه از این خاک شوی، صدقه از این آبادی و آرامی از این وطن شوی که شما میری. فقط از شما وحشت است، دهشت است، انتحار است، انفجار است، قتل است، وحشت است، فقط خوناش آمیز از شما. نمیفهم که شما چه رقم انسان هستی. لعنت به شما روار انسانایی که از نام مسلمان، از نام انسان که تاجیکایی که وطندار خودتان است شما میکشید، افغان شما میکشید. این به نام اسلام از هر چی شما که آمد، شما هیچ وقت شما دریغ نکردی، زدی، کشتی، بستی. من نمیفهم این نواری که من تماشا کردم 2 دقیقه کسی تماشا کردن نمیتونه. 10 دقیقه آفرین، لعنت خدا بر شما، لعنت. توف به تو روار مسلمان، توف به تو روار تاجیک، نام تاجیک بد کردی.